کسی به اندازه تو میخواست سر شمس گوشتابوش بریده شد. از ملت عشق باش، زیرا خداوند بیش از هر سرزمین دیگری با مردمان این ملت حشر نشد. اما تو چه کردی؟ با کینه و نفرت به ملت جنگ پیوستی و ملت عشق را ترک کردی. آسان‌ترین کار نصیحت دیگران است و دشوارترین اینکه آدمی خود را بشناسد. خرام و قرار ما را به هم ریختی شمس تبریزی. اکنون از حقایقی مطلعم که امیر قرارگاه قونیه باید بدون. در اشعارش از عشق چنان حرف میزند که گویی ترویج هرزگی. چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی؟ فرزندان و یاران و شاگردانش به کنار، 40 شبانه روز از شما همسر محبوبش هم سراغی نگرفته. آن که هر که را موافق بر آرا و اندیشه ها و عقاید خویش نیافتی او را نفی کنی و گمراه بخوان. مست عشق. کارگردان حسن فتحی، تهیه کننده